سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جمالی هستم در خدمت شما. بچه من دیروز پیروز سوالی گذاشتم توی پیج، این که چه زمانهایی مثلا شروع حرکتتون رو به چه شکل انجام میدین، شروع حرکت اولیه ماشین رو. خیلی حالا گفتن که کلاج اول میاریم بالا بعد گاز میدیم، یه سری گفتن اول گاز میدیم بعد کلاج رو میاریم بالا. ببینید هر دو روش میشه، خب نمیگیم نمیشه، ولی اینکه روش صحیح چیه؟ ببینید باید اول گاز بدین، دور موتور 1.5 رو تنظیم بکنید، بعدن پاتون رو آماده کلاژ، یعنی که پاتون که رو کلاژ هست نقطه کلاژ رو میارین بالا و اینکه گاز باید بمونه. بچه‌ها گاز رو رها نکنید. ببینید این شروع حرکت که الان حالا من دارم میگم و خیلی من اینو تاکید میکنم، ولی بچه‌ها فوق العاده حرفه‌ای هستش، فوق العاده حرفه‌ای هست. شما این شروع حرکت رو یاد بگیرید، با تمامی ماشین ها میتونید به راحتی شروع حرکت رو انجام بدید و ماشین تو خاموش نشه. ببینید اون زمانی که ما میگیم فقط مثلا یه سری مربی‌ها، من که حالا نمیگم، یه سری از مربیای ما میگن که کلاژ آروم 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 بیار بالا، ماشین بلرزه بعد گاز بده. این حالا من البته کوچیک‌تر از این حرفا هستم که بخوام نصیحتی بکنم، ولی از نظر من این روش درست نیستش. شما سعی کنید که گاز رو آماده نگه دارید، دور موتور 1.5 و کم کم کلاژ رو بیارید بالا. ماشینتون چند متر که حرکت کرد یعنی گاز و کلاژ توی نقطه با هم هستن، توی سطح هستن. ماشین که حرکت کرد روون شد، بعد پاتون از رو کلاژ بذارید کنار. و اینکه خب این حرکتی که ماشین بلرزه به نظر من قشنگ نیست. شما الان چند تا راننده رو در نظر بگیرید دور و برتون. خب ببین کدوم راننده ماشینشو با لرزش راه میندازه، کدوم راننده فقط کلاژو میاره بالا بعدن گاز میده. یعنی اله کلنگی کار میکنن، آروم آروم گاز میدن، آروم آروم کلاژو میارن بالا و شروع حرکت انجام میدن. و اینکه خب حالا برای مبتدی این تمرین خیلی سخته و اینکه هم آموزشش برای مربی خیلی سخته، هم یادگیریش از طرف حالا هنرجو خیلی سخته. ولی باید این رو من میگم این ریشه رانندگی شما. اگه از ریشه خراب این پایه شما بیاد بالا، حالا اذیت میشی. پس به نفعتونه، به نظر من فوق العاده است که از همون اول گاز و کلاژ رو یاد بگیرین. و اینکه خب خیلی از مربیای ما متاسفانه حالا میگن این مورد رو، ولی اینکه چون آموزشش خدایی خیلی سخته، من خودم حداقل 2 جلسه روی این هستم تا گاز و کلاژ رو یاد نگیره چیز آموزش جدیدی نمیدم. یعنی که مثلا نمیام جلسه دوم پارک دوبل یاد بدم، جلسه دوم دور فرمون یاد بدم. من جلسه اول گاز و کلاژ، وایسا را برو، وایسا را برو، لاک پشتی برو، اینا رو همه رو اوکی میکنم. جلسه دوم میام مثلا میگم حالا پارک کنار جدول بزن، حالا اون وسط دوره فرمونم برای من یک دو تا بزن. ولی باید گاز و کلاژش اوکی بشه که بریم سر وقت دور فرمون و پارک دوب. ببینید وقتی که شاگرد هنوز پاهاش اوکی نیستش، چجوری میتونه هم حواسش به پاهاش باشه، کلاژ و گاز و اینا، هم حواسش به اطراف باشه، هم حواسش به این باشه که شاخص‌ها رو از دست نده. این هماهنگی خیلی سخته. خواهش میکنم تا کلاژشون درست نشده، همه مربی‌ها که میدونم من کوچیک‌تر از این حرفی هم که بخوام نصیحتی بکنم، دارم راهنمایی میکنم طبق حالا این تجربه‌ای که تو این چندین و چند سال داشتم و امتحان کردم رو همه بچه‌ها، دیدم این روش خیلی جواب میده. پس ما گاز و کلاژ رو اول درست بکنیم، اوکی که کردیم، حرکت لاک پشتی رو که اوکی که کردیم، بعدن بریم سر وقت مثلا حالا پارک دوبل و دور فرمون و اینا. چون غیر این، یعنی اگه مثلا مربی شما رو جلسه دوم برد توی ترافیک، خب اگر یه زمینی از قبل داشته باشین که خیلی عالیه، ولی اگه شما رو جلسه دوم برد توی ترافیک، یعنی چجوری بگم، بیشتر بنده خدا به خودش کمک کنه و اینکه ازشون نخواهید که این کارو بکنه. مثلا یه سری از هنرجو البته جسارت نشه میان خیلی مثلا عجولن، میگن که جلسه دوم منو ببر ترافیک، منو مثلا دور فرمون یاد بده، دوبل یاد بده. ببینید اول که مربی باید تشخیص بده که شما چه زمانی آماده هستی و میتونی وارد این خیابون بشی، مثلا وارد حالا ترافیک بشی یا حالا دوب بزنی، دور فرمون بزنی.
و اینکه همش عجول نباشید که مثلا شما سریع به این مرحله برسونن. اگر مربی میاد جلسه اول دوم رو با شما داره فقط کلاج کار میکنه، یعنی فقط میگه که